هم چیزای نقص بپرداختن عجیبه زور بزنی ها سعدی جون سلام علیکم خرسندی خانیده چه کار نمیری بشیه کارو چه میکنین ها بچه من میگم چی کاره یافتی اگه بیزنس یافتی سر و لباسات دیگه شیده فقط دیگه ده خنده خندیده بستی ها بچه چی کار کردیستی تو اگه کار نمیری روزا ما عموما بشی گاو بزنم من فقط کار میگی ما یه بیزنس زور یافتگیم چی بیزنس هر روز یکی یه هفته پس یکی یک نیم هفته پس شما میتیا میگه که برای پروداکت بخر کارتش که پیاز بخر مثلا من پلامیتی میگه که ساعت برای 20 کیلو کارتش بخر من چیکار میکنم اما میرم مثلا 20 کیلو باشه 5 کیلو 6 7 کیلو میگیرم میام خونده میپرتم من نمیفهم او اگه میفهمم که اون موندگی پول در کیسه میرم لیموس میخرم نگم چی میخرم میگردم انا بیزنس گاشتی همین سوزی زورا انا بیزنس گاشتی تو با کار نکیم خیلی که تو رو کارات باختایی و نکیم مدام محکول شدیم زورا او بیزنس محکول شد اشکال گام نزن خیلی مایلک خیلی تو بعضو من کار دو برام اگر مایل خوب دوست جان سلام علیکم سلام علیکم شما زیخی در همین حیات فقط من شما رو میگم میکنم فقط زیغ بنسترینی خدا بگیره خطی همه سویتی دادگی چو کرد؟ همون رنگی تو کردم آخه بیزنسی تو را کردم چکو کردی؟ من در زنک پول داد رفتم بازار گفت 10 کیلو کرچکه بیار من رفتم 6 کیلو خریدم بعد همه خیلی رنگی تو کردم آخی زنک فهمیدم اشا چه فهمید؟ ای کجا فهمید؟ چی خیلی؟ زنک در خونه ترازو داشتم